خب الان میخوایم ببینیم جدول ترم 3 در داخل پایگاه داده تست 2 برای ما ساخته شده یا نه. خب تست 2 رو باز میکنیم، تیبل رو هم باز میکنیم، میبینیم که فقط جدول ترم هست که قبلا با هم دیگه چند دقیقه قبل ساختیم. برای اینکه این جدول ترم 3 ایجاد بشه، اینجا که در حالت مستر قرار گرفته، باید اینجا یه یوز بنویسیم یا در اینجا دیتابیس تست 2 رو انتخاب کنیم. بعضی مواقع هم اینجا به وسیله کد می نویسن یوز، یعنی استفاده کنیم از کدوم دیتابیس؟ تست 2. ببینید اینجا 11 تا دیتابیس بنده رو باز کردن و من فقط تست 2 رو میخوامش. بعد از اینکه انتخاب شد اکزیکیوت میزنم که کد رو اجرا کنه و اینم که گفتیم پارس همون اشکال زداییه و نتیجه ای رو نمیده. خب بازم مشاهده میکنیم که در اینجا جدول ترم 3 رو نداریم. برای همین تیبل رو میبندیم. گفتم برای بستن تمام این نوت هایی که خیلی زیادن باز شدن و واقعا وقت بستن اونا رو نداریم، میتونیم از این show policy health state for all notes استفاده کنیم که کل نوت هایی که باز کردیم و یه ثانیه میبنده و یه صفحه تمیز رو به ما نشون میده. خب برای اینکه این جدول ترم 3 رو پیدا کنیم از گزینه رفرش استفاده میکنیم یا روی دیتابیس تست 2 کلیک میکنیم، به صورت دستی گزینه رفرش رو میزنیم و 100% وقتی جدول رو ببینیم 100% ترم 3 رو بهمون این بار دیگه نشون میده. خب برای بستن یا ذخیره کردن اینکه این جدول کدش رو همش کد این رو داشته باشیم، من قبلا جدول مای کلش رو دیتابیس مای کلش رو ساخته بودم. برای همین اطلاعات این سرباز یا جدول باراکس یا همون سربازخونه با ترم خیلی مچ در نیومده. فقط هدف این بود که به شما بگم که به وسیله کد هم غیر از دستی میشه جدول ایجاد کرد. خب برای بستنش اگه نو رو بزنم هیچ ویرایشی بهش اضافه نمیشه و اگه یس بزنم کلا سیو میشه. شیء دیگه که در داخل دیتابیس قرار داره دیاگرامه. دیاگرام یه نموداره که شمایی از رابطه های میان جداول رو به ما نشون میده که آیا رابطه یک به چند دارن، چند به چند دارن یا یک به یک. خب برای تشکیل یه دیاگرام میشه روی اونم کلیک سمت راست کرد و نیو دیتابیس دیاگرام رو زد. قبل از اینکه اینو مطرح کنم یه نکته دیگه هم هست. وقتی که ما از کسی دیتابیس رو میگیریم و فایلش رو اینجا مثلا داریم، دیتابیسمون رو میخوایم مثلا این اسمش یونیورسیتی، این دیتابیسی که من از دوستان گرفتم، یه نیو کیوری باز میکنم. در داخل این نیو کیوری دیتابیس رو دراپ میکشم داخلش و تمامی کدها و زیرساخت‌ها به این دیتابیس اضافه میشه و اسمش یونیورسیتیه. مثلا اطلاعاتی شامل کل جداولش، دیاگرامش، اشیاءش، قیودش، گزارشات، بیکاپ هاش، احتمال خیلی زیاد داره به طور کامل کپی بشه و احتمالاً هم هست که نواقصی هم داشته باشه. برای همین که یه بار اجرا کنیم اینجا و اکزیکیوت رو بزنیم برای ما دیتابیس یونیورسیتی رو میاره. اما من چون از قبل دیتابیس یونیورسیتی یه بار دیگه اینجا ایجاد کرده بودم، میگه که دیتابیس ها خواص منحصر به فردی دارن و نمیشه دو تا دیتابیس با یه اسم در داخل یه سیستم اسکیل سرور وجود داشته باشه. خب من اینو میبندم. به بحث دیاگراممون میپردازیم. میخوام دیاگرام برای یکی از دیتابیس هایی که تا حالا به وسیله کد قبلا انجام شده و کامله بیارم. نیو دیتابیس که نه، نیو دیاگرام میزنیم روی دیتابیس دیاگرام. ببینید تمام جداول پایگاه داده بیمارستان رو برامون میاره. برای اینکه بفهمیم که واقعا کلشه یا یه چند تا جدول از قلم افتاده باشه رفرش رو میزنیم، بعد کلش رو انتخاب میکنیم یا هر چند تا که میخواین روابط رو نشون بدیم. من اینجا هر 4 تاش انتخاب میکنم و اد میزنم.
خود به خود وقتی اد را زدم، چون از قبل روابط بینشون، کلیدهای اصلی خارجی، قیدهایی که در میانشون هست به وسیله کد ایجاد کردیم، کاملا ارتباط ها مشخصه. خب اگه بخوایم یه ارتباطی رو قطع کنیم، روش کلیک سمت راست و delete relationship from database رو میزنیم و گزینه yes. و همچنین برای اینکه بخوایم یه ارتباط ایجاد کنیم خیلی دقت کنیم که در داخل دو تا جدول که میخوایم با هم دیگه بینشون ارتباط ایجاد کنیم، یه پریمری کی داریم که با کلیک سمت راست کردن میشه ریمووش کرد. با یک کلیک سمت راست کردن و ست پریمری کی، یعنی نشاندن این گزینه به عنوان کلید اصلی، میشه باز اونو کد اصلی قرار داد یا فیلد اصلی قرار داد. خب برای اینکه ارتباط ایجاد بشه باید حتما توی جدول دوم، یا اگه الان این جدول پزشکمون جدول اول باشه، در جدول دوم باید کد پزشک رو داشته باشیم. اگه از این کد دراپ کنیم به از یک کلید اصلی به یک کلید اصلی در جدول دیگه دراپ کنیم، ارتباط 1 به 1 خواهیم داشت. ببینید، اما اگه از کد این جدول به فارین کیج یا کلید خارجیش که در اینجا کد پزشکی دراپ کنیم، احتمال زیاد باید 1 به چند رو نشون بده. درسته، در اینجا 1 به چند رو به ما نشون داد، یعنی هر پزشک میتونه چندین بیمار داشته باشه. و به همین ترتیب. خب الان اگه بخوام سیو کنم، بازم باید کلوز بزنم. میگه آیا میخوای سیو بشه؟ میگیم بله. میتونیم یه اسم جدید انتخاب کنیم که 2 تا دیاگرام داشته باشیم برای یه دیتابیس، و همچنین میتونیم روی همون یکی تغییرات رو اعمال کنیم و بعد خود به خود بسته میشه. این از بحث دیاگرام. و یه چیز دیگه هم هست، بعضی وقتا وقتی جداول خیلی زیاد باشه، مثل جدول داخل دیتابیس تست، ببینید جداول مثلا یکم زیادترن، وقتی بخوایم روابط ایجاد کنیم، دیاگرام رسم کنیم، کلیک سمت راست میکنیم روی دیتابیس دیاگرام، نیو دیتابیس دیاگرام، رفرش میزنیم، کل جداول رو انتخاب میکنیم، اد جداول رو برامون میاره. اینجا ببینید تعداد خیلی زیاده، از پنجره خارج شده. به وسیله این پیمایشگرها در طول و عرض پنجره میتونید شما حرکت کنید. این جدول کناری هم جدول پراپرتیسی که در کنار هر کیورید، هر دیتابیس دیاگرام و هر کاری که انجام میدین وجود داره. به صورت پیش‌فرض خودش کاملا برنامه‌ریزی شده، وارد شده ارقام و اعدادش، و لازم نیست خیال دستکاریش کنید. اگه بخوایم روابط رو ایجاد کنیم، خیلی از هم دیگه دورن، میتونیم به وسیله دراپ اینا رو کنار هم دیگه بکشیم و همچنین به وسیله کشیدن میشه سایزاشون هم تغییر داد. اینم که نمیخوام سیو بشه، این بار نو میزنم.